اعتماد چیز پیچیده است. شاید بشه گفت یکی از با ارزش‌ترین هدیه‌ای که میتونی به یک کسی بدی اعتماده. اما اگه اون اعتماد بشکنه چی؟ اونم نه توسط یه غریبه، بلکه توسط کسی که خیلی بهش اعتماد داری. برنادت واکر دختر 17 ساله یه راز خیلی تلخ با یکی از نزدیکترین افراد زندگیش به اشتراک میذاره. اما به جای اینکه حمایتش کنن، بهش خیانت کردن. و این تازه شروع این ماجراست. چون فردای همون روز، یعنی 18 جولای 2020، برنادت واکر به طور خیلی عجیب و غریبی و بدون هیچ رد و نشونی ناپدید میشه. پرونده برنادت واکر نه تنها خیلی تلخه، بلکه ممکن است خودت بپرسی اصلا میشه به کسی اعتماد کرد؟ چون برنادت واکر از خانواده‌اش کمک خواست و نه تنها اونو حمایت نکردن، بلکه پشتش خالی کردن. به کانال نوار زرد خوش آمدید. من حالم و هر هفته با یه پرونده جنایی در خدمت شما هستم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. و اگر هم دوست داشتید میتونید کانال رو سابسکرایب کنید که هر هفته از ویدیوی من جا نمونید. حالا برمیگردیم به پرونده برنادت واکر. برنادت واکر متولد 13 دسامبر 2002 بود و ماجرایی که امروز قراره بررسی کنیم توی شهر پیتربرا در منطقه کمبریجشایر انگلستان اتفاق افتاد. مادر برنادت، سارا لوئیس، بعد از به دنیا آمدن برنادت تصمیم گرفت که از پدر واقعیش جدا بشه. اما دقیق نمیدونیم که بین این دوتا چه اتفاقی افتاده که از همدیگه جدا شدن. برنادت که تمام دوستاش و خانواده‌اش بی صداش میکردن، یه دختر خیلی آروم، خجالتی بوده. اما در کنار دوستاش اینطوری به نظر نمیرسید. دختر خیلی با انرژی و خیلی اجتماعی و خیلی شاد بودش. بی عاشق هنر بود، مخصوصاً عکاسی. به خاطر همین هر جا میرفت دوربین عکاسیش همراهش بود و از تمام مناظر زیبا عکس میگرفت. به همین دلیل بی وقتی که دبیرستان تموم کرد رفت به کالج پیتربرا و اونجا رشته عکاسی خوند. ولی بی آرزوش بالاتر از این چیزا بود. نمیخواست توی انگلستان بمونه و دوست داشت که به امریکا بره. مثل خیلی از نوجوانای دیگه عاشق فضای مجازی بود و اونجا همیشه با دوستای خودش ارتباط برقرار میکرد. گفتم که بی یکم خجالتی بود و کلاً آروم بود. به خاطر همین راحت‌تر بود که توی فضای مجازی با دوستاش ارتباط برقرار کنه. بی همچنین عاشق بافتنی کردنم بود و اینو از مادر بزرگش یاد گرفت. کلاً رابطه خیلی نزدیکی با خانواده‌اش داشت. کلاً هر کسی بی رو میشناخت از اون به عنوان دختر احساساتی، مهربون و با نشاط یاد میکرد که دوست داشت دنبال آرزوهاش بره. وقتی بی هنوز کوچولو بود، سارا مادرش با یه مردی به نام اسکات آشنا میشه که نکته جالب اینجاست که سارا و اسکات همسایه کناری هم دیگه بودن. سارا تو سال 2006 در حالی که 5 تا بچه داشت و یه بچه دیگه هم توی شکمش حامله بود با اسکات وارد رابطه میشه و نقل مکان میکنه به خونه اسکات. یعنی تصور کن یه خونه با 5 تا بچه که در واقع بگیم که اون یکی هم میاد 6 تا بچه، پر از شلوغی و ناآرومی. خلاصه این که خونه بی خیلی آروم و بی دغدغه نبوده. سارا که رابطه‌اش با پدر واقعی بی تموم میشه، بعد از اون رابطه‌های متعددی داشته که هیچ کدوم از اونها پایدار نبوده. یعنی این 6 تا بچه پدرهای متفاوتی داشتن. یعنی باورتون میشه 6 تا بچه پدر متفاوت. و با هیچ کدومشون هم ازدواج نکرده و کلاً رابطه‌هاش دوام زیادی نداشته. حالا میریم سراغ اسکات. نکته جالبش اینجا بوده که موقعی که سارا با اسکات آشنا میشه، اسکات متأهل بوده و حدود 2 سال قبل از اون ازدواج کرده با شخصی به نام جیل. حالا میریم سراغ رابطه اسکات و جیل که 2 سال پیش با هم دیگه ازدواج میکنن. جیل یه مادر مجرد با 2 تا پسر نوجوان بوده که در آگوست 2004 با اسکات ملاقات میکنه و اولین بار همدیگر رو میبینن. اوایل رابطهشون همه چیز خیلی خوب پیش میرفته و اسکات یه مرد خیلی مهربون و کسی بوده که خیلی توجه میکرده به جیل. ولی وقتی این رابطه کم کم پیش میره، اسکات روی واقعی خودش رو نشون میده و جیل میفهمه که اسکات چقدر آدم متفاوتیه. اسکات یه مرد بسیار کنترلگر، وسواس و شکاکی بوده که همش از جیل میپرسیده که آیا با کس دیگه‌ای در ارتباطی، آیا با کس دیگه‌ای داری دیت میکنی، یعنی قرار میذاری، و همش بهش گیر میداده.
جیل میگه که من خیلی خسته شده بودم واقعا از این رفتاراش، ولی کلا توی رابطه خیلی سمی بودم که ازش نمیتونستم بیام بیرون. این روند ادامه پیدا میکنه. شاید باورتون نشه بعد از 7 ماه اسکات از جیل خواستگاری میکنه و بهش پیشنهاد ازدواج میده و جیل هم قبول میکنه، با اینکه میدونسته چقدر اسکات آدم زورگوییه و کلا هیچ احترامی براش قائل نبوده. ولی میگم این رابطه‌های سمی بعضی موقع باعث میشه که تو اون رابطه گیر کنی و نتونی بیای بیرون. حالا ما نمیدونیم که جیل واقعا فکر میکرده بعد از ازدواج اسکات درست میشه یا اینکه از روی ترسش و تهدیدایی که اسکات اونو میکرده تو این رابطه مونده. در سال 2005 این دوتا با هم ازدواج میکنن. نه تنها اوضاع برای جیل بهتر نمیشه بلکه بدتر هم میشه و روز به روز ادامه پیدا میکنه. حتی توی مدت به جیل خیانت هم میکرده. در سال 2006 اولین بار بود که اسکات سارا لوئیس همسایه‌شون رو ملاقات میکنه و جیل میدیده که این دوتا با هم دیگه دارن لاس میزنن و اسکات خودش رو برای سارا لوس میکنه. ولی نه تنها از این رابطه ناراحت نمیشه بلکه خیلی خوشحال میشه، چون یه راه فراری برای خودش میدیده و شبونه به کمک یکی از دوستاش وسایلش رو جمع میکنه و از اون خونه فرار میکنه و حتی فردای همون روز یه حکم قضایی برای اسکات میگیره که اسکات حق نداره بهش نزدیک بشه. اسکات هم اصلا از رفتن جیل ناراحت نمیشه بلکه خیلی هم خوشحال میشه، چون که تو اون مدت بوده که با سارا آشنا شده و سارا نقل مکان میکنه به خونه اسکات. گفتم که تو اون مدت با 5 تا بچه و یه بچه هم توی شکمش حامله بوده. اون موقع بی خیلی کوچولو بوده و اسکاتو بابا صدا میکنه. وقتی بفهمید داستان از چه قراره خیلی دلت میگیره. سارا خیلی سریع وارد این رابطه میشه و حتی شاید باورتون نشه که فامیلی خودش و فامیلی 6 تا بچه‌ش رو به واکر تغییر میده، که یعنی فامیلی اسکات واکر رو میگیره. این نشون میده که چقدر سارا رابطهش با اسکات جدی بوده. فکر کنم بعد از مدت‌ها یه رابطه خیلی جدی پیدا میکنه و اینکه در آینده اونا صاحب 4 تا بچه دیگه هم میشن، یعنی اسکات و سارا 4 تا بچه میارن. حالا تصور که 10 تا بچه زیر یه سقف یه خونه 5 خوابه با چند نظر مختلف داشتن با هم دیگه زندگی میکردن. سارا توی بخش سالمندان کار میکرد ولی اسکات کار مشخصی نداشت و هی کارش رو عوض میکرد و کلا اسکات شخصیتی داشت که توی فضای مجازی خیلی بزرگ نمایی میکرده، یعنی از اون چیزی که هست خودش رو خیلی بالاتر نشون داد و بزرگتر نشون میداد، در صورتی که توی خونهشون خیلی استرس بوده، خیلی خونه مسمومی بوده. یکی از برادرای بی به نام آتونی بعدنا گفته بود که توی خونهشون انقدر جو مسموم بوده که اسکات اونا رو هم مورد خشونت کلامی قرار میداده، هم فیزیکی، یعنی هم میزدتشون هم با الفاظ رکیک باشون صحبت میکرده. حتی بعدنا گفته بود که اسکات توی اون رابطه خیلی به سارا خیانت کرد و رابطه‌های دیگه‌ای هم داشته. اما یه چیز خیلی وحشتناکی که تعریف میکنه اینه که میگه که اسکات توی تمام اتاقای خونه، حتی همون و دستشویی خونه، دوربین مخفی گذاشته بوده، یعنی دوربین مداربسته وصل کرده بوده. یعنی تصور کن که چقدر این خونه فضاش مسموم بوده. یعنی اسکات انقدر روشون کنترل داشته که دوربین گذاشته که همشون زیر نظر داشته باشه. حالا میرسیم به جولای 2020. تو اون موقع اسکات 50 ساله بوده، سارا 37 ساله بوده و بی 17 سالش بوده که داستان از اینجا شروع میشه. کلا توی اون سال 2020 سارا دیگه از دست اسکات خسته میشه و دوست داره که یه تغییر توی زندگیش به وجود بیاره و توی این موقع میشه که سارا از اسکات جدا میشه و با مردی به نام کریس اوکانول آشنا میشه. حالا جالب اینجاست که وقتی سارا با کریس وارد رابطه میشه، اسکات برای اونا یه قانونی میذاره. خب البته حق هم داشته، با هم داشتن توی خونه زندگی میکردن، یعنی بهتره بگم که اینا بیشتر همخونه بودن و هنوز اسکات از خونه اونا نرفته بوده و این قانون این بوده که سارا در هفته 2 بار بیشتر اجازه نداشته خونه کریس بمونه و اینکه کریس هم حق نداره به خونه اونا بیا. حالا میرسیم به 17 جولای 2020 حدود 10 شب. اسکات بی رو برمی‌داره و با خودش میبره خونه پدر و مادرش توی منطقه به نام ورینگتون.
اون شب بی یه لباس کامل مشکی پوشیده بود و یه کت جین روی لباسش با یه دونه عینک طبی دورمشکی که روی چشاش داشته. توی مسیر اسکات گوشی همراه بی رو ازش میگیره. حالا ما نمیدونیم چرا این کارو میکنه. بعداً پدر مادر اسکات میگن که وقتی که بی رسید خونه خیلی حالت آشفته‌ای داشته و خیلی ناراحت به نظر میرسیده و حدود ساعت 1:30 شب بی میره میخوابه. فردا اون روز اسکات میره بی رو بیدار میکنه حدود ساعت 10:30 صبح و بی رو بر میداره که برگردن خونه. اون روز اسکات میرسه خونه ولی بی هرگز به خونه بر نمیگرده و بی برای همیشه ناپدید میشه. طبق گفته‌های اسکات میگه من یه جا وایسادم که سیگار بکشم و همون لحظه بود که بی در ماشین رو وا میکنه و فرار میکنه و من هرچی اونا صدا میکنم که بی برگرد کجا میری، حتی دنبالش دویدم اما بی وای نستاد و دوید و رفت. منم یکم منتظر موندم ولی برگشتم خونه. وقتی میرسه خونه سارا خب میبینه که بی همراهش نیست ولی میگه که یه حالتی داشته اسکات که انقدر ناراحت بوده حتی دوست داشته بزنه زیر گریه ولی دیده که بی همراهش نبوده و اون موقع هم انقدر به اسکات اهمیتی نمیداده که اصلا ببینه چرا حالتش اینجوریه. بعد از 3 روز سارا زنگ میزنه به پلیس و مفقودی بی رو اعلام میکنه. اصلا باورتون میشه یه مادر بعد از 3 روز تازه زنگ بزنه به پلیس بگه دخترم گم شده، دخترم نیست، خبری ازش ندارم. میگذریم از این مسائل و پشت تلفن چند تا سوال خیلی ساده از سارا و اسکات میپرسن که خب آخرین خبری که از بی داشتین کی بوده، یعنی اصلا ازش اطلاعی داشتین یا نه. و اونا یه جواب خیلی مسخره میدن که همونجا اپراتور بهشون شک میکنه. چرا؟ چون که ازشون سوال میکنه که آخرین باری که بی رو دیدین یا ازش خبری داشتین کی بوده و اونا میگن که بی به ما یه مسیج فرستاده که رفتم چه دوست پسر سابقم لوک و اونا میپرسن که خب شما اصلا سر زدین به لوک و اینا میگن نه. و اینجا بودی که پلیس خیلی بهشون شک میکنه. چرا؟ چون که اصلا نرفتن دنبال بی خونه لوک یا اصلا به لوک زنگ نزدن ببینن بی رفته اونجا یا نه. اصلا میخوایم ببینیم که چی شده که این اتفاق افتاده. حدود چند روز قبلش بی میره پیش مادرش و به مادرش تنها کسی که فکر میکرده حامی زندگیشه و میتونه کمکش بکنه ازش کمک میخواد. بهش میگه که مامان سالهاست با مردی که داری زندگی میکنی به نام اسکات و من بهش میگم بابا این مرد از من سوء استفاده جنسی میکنه، یعنی به من سالهاست داره تجاوز میکنه، حدوداً 7 سال. و وقتی اینو برای مادرش میگه مامانش فقط سکوت میکنه و بهش میگه که تو داری دروغ میگی و این مسئله رو دیگه نبینم جای دیگه بازگو کنی، چون اگه دوباره این مسئله رو باز بکنی خودم تو رو میکشم. فکر میکرده که اگه به مامانش بگه مامانش کمکش میکنه، اون مرد رو بازخواست میکنه و میگه چرا این کار رو بچم کردی، یا حداقل کاری که میکنه اینه که اون مرد رو ترک میکنه. ولی سارا این کارو نمیکنه. با این حال میدونیم که تو اون مدت هم سارا و اسکات رابطه چندان خوبی نداشتن و حتی سارا با اینکه میدونسته که اسکات مرد زورگویی بوده و توی خونه‌اش دوربین مداربسته گذاشته، ولی با این حال از اسکات دفاع میکنه و به بچهش میگه تو دروغ میگی. یکی از کارهایی که پلیس میکنه و نقاب دروغین رو از روی صورت اسکات و سارا برمیداره چک کردن موبایل هاشون بوده. چون دقیقاً همون روز 18 جولای موقعی که اسکات داشته بی رو برمیگردونده خونه، از ساعت 11:23 صبح تا 12:54 ظهر گوشی اسکات خاموش میشه و هیچکی نمیدونه توی 91 دقیقه چه اتفاقایی افتاده. و وقتی که گوشیش رو روشن میکنه به اولین نفری که زنگ میزنه سارا بوده که 9 دقیقه مکالمه بین اینا رد و بدل شده و باز هم هیچ کس نمیدونه تو اون مکالمه چه چیزایی به هم دیگه گفتن. و من فکر میکنم که این مکالمه راجع به لاپوشینی کردن اتفاقی بوده که برای بی افتاده یا اینکه میخواستن ببینن چجوری از شر جسد بی خلاص بشن. و همچنین پلیس یه چیز دیگه‌ای پیدا میکنه، اینکه از اون زمانی که اونا اعلام میکنن که بی مفقود شده، جفتشون به یه مکان مشخصی رفت آمد میکردن که اون مکان یه گاراژ قفلداری بوده که متعلق به پدر و مادر اسکات بوده در محله به نام والتون، که
چند بار به اونجا رفت آمد کردن و این برای پلیس خیلی مشکوک بوده. و همچنین همون روزی که بی مفقود میشه، یعنی 18 جولای، وقتی داشته برمیگشته اسکات به سمت خونه، باز به این گاراژ یه توقف داشته که خب پلیس سریع میره اونجا رو میگرده که ببینه خبری از جسد بی هست یا نه، ولی جسدی پیدا نمیکنن. ولی اونجا رو میگردن و اونجا یه کوله پشتی از بی پیدا میکنن و اونو سریع به عنوان مدرک جرم ثبتش میکنن و میبرن و توشو بازرسی میکنن. و وقتی که کوله پشتی رو باز میکنن، از توش دفترچه خاطرات پیدا میکنن که بی از بچگیش تا اون روزی که مفقود شده تمام اتفاقایی که توی زندگیش میفته رو توی دفترچه خاطرات نوشته و یه جمله نوشته که من همه چیزو به مامانم گفتم، ولی اون به جای این که منو حمایت کنه به من گفت تو رو میکشم. من به مامانم گفتم که اسکات سال‌هاست داره به من تجاوز میکنه، ولی اون گفت اگر این قضیه رو به کسی بگی تو رو میکشم. اون موقع است که ما میفهمیم چقدر بی تنها بوده و چقدر آدم دلش براش میسوزه که تنها کسی که مادر خطابش میکرده بهش پشت کرده. حتی بهش گفته که اگر اینو به کسی بگی تو رو میکشم. اصلا غیر قابل باوره یه مادر باید پشت بچهش باشه. یعنی همیشه خانواده یعنی بزرگترین تکیه‌گاهی که میتونه برای یه بچه باشه. و فکر کنم اصلا همین قضیه باعث شده که اسکات فهمیده بی این قضیه رو به مامانش گفته و اونو زمانی که داشته میبرده خونه پدر و مادرش و وقتی داشتن برمیگشتن بینشون دعوا میشه و همین باعث میشه که اونو بکشه. با این حال هنوز پلیس تحقیقاتش رو ادامه میداده و هنوز دنبال جسد بی میگشته یا اصلا میگشته ببینه بی کجاست. توی مدت بوده که میره از دوستای بی هم سوال میکنه که آیا شما از بی خبری دارید یا ندارید یا اصلا بی پیش شما صحبتی کرده یا نه. که یکی از دوستای صمیمیش به نام وارن نیلور میگه که بی اتفاقا به من گفته که سالهاست اسکات داره بهش تجاوز میکنه و اینکه چند تا از دوستای دیگه بی هم اینو تایید میکنن. یه نکته خیلی عجیبی که بوده، میگه در 19 جولای 2020 از گوشی بی به همین دوستش وارن نیلور یه مسیجی میاد توی اینستاگرام که بهش میگه تمام ادعایی که درباره اسکات کردم که اسکات به من تجاوز میکردم همش دروغ بوده. که خب وارن میگه که به نظر من این مسیجی که از طرف بی اومده از گوشی بی اومده ولی اونو بی ننوشته، چون تمام جمله‌هاش جمله‌ای نیست که از زبون بی بیاد بیرون. حالا اینجا ما میگیم که خب مسیجایی که سارا دریافت می‌کرده و این دوستش وارن که دریافت کرده چه کسی اونا رو فرستاده؟ بله درست هستید. هیچ کسی نبوده جز خود سارا لوئیس مادر بی. سارا از گوشی بی این مسیجا رو به خودش و دوستاش میفرستاده. حتی تو اون مدتی که مفقودی بی رو به پلیس اعلام کردن، اسکات میاد توی فضای مجازی یه پستی میذاره که ما خیلی نگرانت هستیم بی، هر جا که هستی لطفاً برگرد خونه. پلیس امروز اومده بود خونه، دنبال برس موت میگشت، دنبال مسواکت میگشت. ما خیلی تو رو دوست داریم و لطفاً هر کجایی که هستی امیدوارم که سالم باشی و لطفاً زودتر برگرد خونه. از طرف اسکات واکر و سارا واکر. با تمام مدارکی که پلیس پیدا کرده بود، اون مدت زمانی که گوشی اسکات خاموش میشه، همون روزی که بی ناپدید میشه و پیدا کردن کوله پشتی بی و دفترچه خاطرات و اتفاقاتی که سالها برای بی افتاده و همچنین روایت هایی که از طرف دوستان بی بوده، پلیس مطمئن میشه که قاتل اسکات بوده و به همین دلیل 14 سپتامبر 2020 سارا و اسکات رو دستگیر میکنن به جرم قتل و ایجاد مانع در روند عدالت. This fireman pursuing arrest on suspicion of sexual assault with a child and controlling coercive behavior. Okay.
Don't just say Sarah. You don't Or want to just saying them. no. Explain to her what's happened. We'll explain to her once you get to go. I don't know. It's all kids. I mean, we know all about the accusations and stuff. And two of the boys, they both had saying what she was like about it. So it was, Please let my colleague give you a search, okay? در همون زمان هنوز کارآگاه‌ها داشتن دنبال جسد بی میگشتن ولی هیچ وقت پیدا نکردن این جسد رو. یعنی با تمام دستگاه‌های پیشرفته‌ای که داشتن، با سگ‌های ردیاب، با پهپاد، با هر وسیله‌ای که فکر کنید اون منطقه رو کامل گشتن ولی هیچ اثری از بی نبوده. یعنی هیچی از بی پیدا نمی‌کنن. حالا میگیم که خب اوکی اگه جسدی نیست پس چجوری اینا میتونن قاتل باشن؟ انقدر اسناد محکم بوده بر علیه اسکات که مطمئن بودن که اسکات قاتل بوده. توی دادگاه شهادت‌های اصیل رو دوستای بی میدن ولی با این حال اسکات با پروی تمام همه اونا رو انکار میکنه و میگه که من این کار رو نکردم. حتی اگه یادتون باشه اول پرونده گفتم که آنتونی داداش بی گفته بوده که توی تمام خونه دوربین گذاشته بوده. اونجا توی دادگاه اسکات میگه که من اون دوربینا رو گذاشته بودم چون که وقتی که بی میرفته توی دستشویی شکلاتاش رو توی این رول دستمال کاغذی قایم میکرده میخواستم موچش رو بگیرم و باز هم انکار که من این کار رو نکردم. ولی با این حال هیئت منصفه رأی بر گناهکاری اسکات میدن و اونو مجرم میشناسن و اسکات به حبس ابد محکوم میشه. البته تو اون سال یه قانونی به نام قانون هلن در نوامبر 2020 تصویب میشه که اگر قاتل جای جسد رو مشخص نکنه و نگه که جسد کجاست اونو میتونن بدون آزادی مشروط در زندان نگه دارن. حتی پلیس یه چیز دیگه هم پیدا میکنه توی فیسبوک بی که بی قبلا توی فیسبوکش نوشته بود که داخل رابطه هستم با لوک و اسکات یه کامنتی رو اون پست میذاره که خیلی کامنت عجیبیه. کامنتش اینجوری بوده که مینویسه که اگر هر پسری تو رو بوس بکنه بهتره که تصویر من توی ذهنش بیاد و عکس خودش رو سیاه‌سفید اون زیر این کامنت میذاره. خب خیلی این کامنت عجیب بوده. یعنی چی؟ هر کسی که تو رو میبوسه تصویر من توی ذهنش بیاد. با تمام این کامنت ها و تمام این شواهد باز هم انکار میکرده که من بلایی سر بی آوردم. ولی سارا یکم بیشتر همکاری میکنه با پلیس و میگه که آره من اون مسیج ها رو از گوشی بی برای خودم و دوستاش میفرستادم. سارا بعد از اینکه اعتراف میکنه که اون مسیج ها رو من فرستادم و با تمام شواهدی که پلیس در دست داشته سارا رو هم میبرن توی دادگاه ولی شواهد کافی نداشتن که با اسکات همکاری کرده توی قتل بی یا نه یا اصلا خبر داشته یا نه. و با این حال سارا به خاطر دروغسازی، مخفیکاری و پنهانکاری و ایجاد مانع در روند عدالت به 6 سال زندان محکوم میشه و هنوز هم سارا توی زندان هستش. ولی چجور مادری میتونی همچین کاری با بچهش بکنه؟ یعنی 3 روز بچت مفقود شده، بعد 3 روز اعلام کردی و اینکه چجوری میتونی از گوشی خود بی مسیج بدی؟ خب به نظر من این اصلا مادر نبوده، اصلا لیاقت مادر شدن و این خانوم نداشته. امیدوارم که تو این مدتی که تو زندان هست یکم به خودش بیاد و ببینه چه کارایی کرده، حداقل بتونه وقتی آزاد میشه برای بچه‌های دیگه‌اش مادری بکنه. که البته بعید میدونم ولی البته هر آدمی میتونه تغییر بکنه. در 23 دسامبر سال 2023 اسکات واکر توی همون زندان کمبریجشایر میمیره و هم خوشحالم از اینکه مرده هم ناراحتم، چون با مردن اسکات یعنی اینکه جسد بی هیچ وقت قرار نیست پیدا بشه. درست فهمیدین، جسد بی هیچ وقت پیدا نشد و با مردن اسکات این حقیقت هم با خودش دفن کرد. خب خیلی ناراحت کننده است، چون که آنتونی داداش بی از اول پرونده تا آخر پرونده
خیلی دنبال پرونده رو گرفت و دوست داشت که بدونه که چه اتفاقی بر سر خواهرش اومده، ولی هیچ وقت نتونست بفهمه و هیچ کدوم از خانواده بی نتونستن براش سوگواری درست حسابی بکنن و باهاش خدافزی کنن و این خیلی جای ناراحتی داره. به نظرم اسکات نگفت جسدش کجاست، به خاطر اینکه یه کنترل روانی میخواسته روی بقیه بچه‌ها داشته باشه. یعنی بگه که من هنوزم روی شما کنترل دارم، یعنی با اینکه کسی رو کشتم ولی میتونم حرف اولو من بزنم. من حس میکنم یه همچین دلیلی داشته، یعنی دلیل دیگه نمیتونسته داشته باشه. تو که رفتی زندان، حکم ابد گرفتی، همه چیزتو باختی، آبروت رفته، خب چرا نمیخوای بگی جسد کجاست؟ واقعا خیلی دردناکه. این پرونده خیلی برای من دردناک بود، چون که به نظرم بی خیلی تنها بود، خیلی گناه داشت، از سمت هیچ کس حمایت نشد. به کسی که سالها پدر میگفت مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفت. حتی تو اون دفترچه خاطراتش وقتی نوشته بود که مامان اسکات داره از من سوء استفاده میکنه، بهش نگفته بوده اسکات، نوشته بوده که بابا از من داشته سوء استفاده میکرده. یعنی هنوزم براش احترام قائل بوده. الان سارا قراره که تو سال 2027 از زندان آزاد بشه. واقعا نمیدونم که چه بلاهایی قراره سر این بچه‌ها توی مدت بیاد، چون که دقیقاً توی همون سال 2020 در ماه جون تازه یه بچه کوچولو هم از اسکات به دنیا آورده بود. یعنی واقعا الان چه اتفاقی برای اون بچه‌ها افتاده، کی از اونا نگهداری میکنه، چه آینده‌ای قراره داشته باشن. فقط میتونم بگم که امیدوارم حال خواهر برادرای بی خوب باشه و تونسته باشن از این کابوس عبور کنن، چون گاهی اوقات بهتره که فقط این مسیر رو طی کنیم، یعنی ادامه بدیم، حرکت کنیم و زنده بمونیم. ممنون که با یه قسمت دیگه از پرونده جنایی در کنار من بودید. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه و اگر خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و نظراتتون رو برای من کامنت کنید. ممنونم. تا پرونده دیگه و ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.